خواهید شنید، خواهید خوند که چه توطئه بزرگی پشت این فتنه سال 88 بود. خیلی چیز مهمی بود. قصدشون خیلی قصد عجیب و غریبی بود. میخواستن ایران رو در واقع تسخیر کنن. اینایی که عامل فتنه بودن توی خیابان یا بعضی از سخنگویانشون اغلب ندانسته وارد این میدان شده بودن، اما هدایت میشدن، دستهای اینا رو هدایت میکرد، نمیفهمیدن. همیشه باطل عریان در مقابل انسان ظاهر نمی شود که انسان بشناسه که این باطله. غالبا باطل با لباس حق یا با بخشی از حق وارد میدان میشه. امیرالمومنین فرمود ولو ان الباطل خلص من لبس الحق لم یخف علی المرتادین ولو ان الحق خلص من لبس الباطل انقطع عنه السن المعاندین. اگر باطل و حق صریح و بی‌شائبه وسط میدان بیان، اختلافی باقی نمیمونه. همه حق رو دوست دارن، همه از باطل بدشون میاد. یؤخذ من هذا وقت و من ذاک وقت فیمزجان فحینئذ یشتبه الحق علی اولیائه. بخشی از حق بخشی از باطل رو مخلوط میکنن، نمیگذارن باطل صرف باطل و صریح باطل باشه، لذا میارن دچار اشتباه میشون مخاطبان. این مشکل ترین وضع اینه که افراد رو به شبهه میاندازد، به طوری که اصحاب عبدالله بن مسعود میان خدمت حضرت میگن انا قد شککنا فی هذا القتال. چرا باید شک کنن؟ این شک خواص، قد شککنا فی هذا القتال، این شک خواص پایه حرکت صحیح جامعه اسلامی رو مثل موریانه میجوه. اینی که خواص در حقایق روشن تردید پیدا کنن و شک پیدا کنن، این اساس کارها رو مشکل میکنه. این خطبه فراموش نشدنی زینب کبری در بازار کوفه در یک چنین شرایط بحرانی ناگهان این خورشید عظمت طلوع میکنه، همان لحنی را به کار میبرد که پدرش امیرالمومنین بر روی منبر خلافت در مقابل امت خود به کار میبرد. همون جور حرف میزنه: ای خوداگرها، ای کسانی که تظاهر کردید، شاید خودتون باور هم کردید که دنبال رو به اسلام و اهل بیت هستید، اما در امتحان اینجور کم آوردی، در فتنه اینجور کوری نشان دادی. هل فیکم الا السلف والعوج و الشنف والکذب و ملق الامام و غمز الاعدا. شما رفتارتون، زبانتون با دلتون یکسان نبود، به خودتون مغرور شد، خیال کردید ایمان داری، خیال کردید همچنان انقلابی هستید، خیال کردید همچنان پیرو امیرالمومنین هستید، در حالی که واقع قضیه این نبود. نتوانستید از عهده مقابله با فتنه بر بیایید، نتوانستید خودتون رو نجات بدید. مثلکم کمثل التي نقضت غزلها من بعد قوة انکاثا. مثل اون کسی شدید که پشم رو میریسد، تبدیل به نخ میکنه، بعد نخها رو باز دوباره باز میکنه، تبدیل میکنه به همون جسم، پشم یا پنبه نریسیده. کرده های خودتون رو، گذشته خودتون رو باطل کردید با بی‌بصیرتی، با نشناختن فضا، با تشخیص ندادن حق و باطل. ظاهر ایمان، دهان پر از ادعای انقلابیگری، اما باطن پوک، باطن بی مقاومت در مقابل بادهای مخالف. این آسیب شناسی ها. بصیرت پیدا کردن کار سختی نیست، همه میتوانند بصیرت پیدا کنند. بصیرت پیدا کردن همین اندازه لازم دارد که انسان اسیر دامهای گوناگون از دوستی‌ها، دشمنی‌ها، هوای نفس‌ها، پیش‌داوری‌های گوناگون اسیر اینها نشه. نگاه کنه، همینقدر نگاه بکند و تدبر بکند میتونه واقعیت رو پیدا کنه. مطالبه بصیرت مطالبه همین تدبر است، مطالبه همین نگاه کردن است، مطالبه چیز بیشتری نیست. و به این ترتیب میشه فهمید که بصیرت پیدا کردن کار همه است. شما جوان‌ها
خط مقدم این حرکت هستید، هم در میدانهای سیاسی، هم در میدانهای اقتصادی، هم در میدانهای علم. در میدان سیاسی فتنه سال 88 را جوانهای ما خوابوندند، بیش از عوامل گوناگون دیگر جوانهای ما، همین شما دانش آموزا، همین شما دانشجوها، شماها نقش داشتید و الا فتنه بزرگی بود.